استعانت حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها به امام زمان. وار حضرت مرحوم آیت الله قزوینی تعبیرات عجیبی دارد. یه نکته ظریفش اینه، میگه من شمردم 14 بار حضرت فاطمه در این حادثه یا مهدی گفته، حضرت بقیت الله را به مدد طلبیده. بینندگان محترم، استعانت و استغاثه یعنی کمک و یاری جستن و طلب فریادرسی از کسی، و این استعانت و استغاثه از عبادت‌های ویژه الله متعال است و مدد خواستن از مخلوقات در مواردی که در حیطه توان آنها نباشد شرک است، خواه آن مخلوق زنده باشد و یا مرده. چه برسد به این که انسان از شخصی خیالی که هنوز به دنیا نیامده است طلب کمک و یاری بکند. اما آخوندهای صفوی برخلاف گفتار قرآن کریم و فرموده های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استغاثه و استعانت را به ائمه جایز دانسته و مردم را به آن تشویق می کنند. چنانچه مجلسی در بحارالانوار جلد 94 صفحه 33 روایت می کند: اگر شمشیر بر سرت گذاشته شد از او یعنی مهدی بخواه به دادت می رسد. بر همین اساس این آخوند رافضی این امر شرکی را به سیده فاطمه رضی الله عنها نسبت می دهد که ایشان از این مبرا هستند. ما در 5 وقت نماز با الله متعال عهد و پیمان می بندیم و می گوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. الله متعال می فرماید استعینوا بالله واصبروا. از الله یاری بخواهید و شکیبا باشید. و می فرماید امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون. آیا معبودان باطل بهترند یا ذاتی که دعای درمانده را آنگاه که او را بخواند اجابت می کند و سختی و گرفتاری را برطرف می نماید و شما را جانشین یکدیگر در زمین می گرداند؟ آیا معبود برحقی جز الله وجود دارد؟ لکن شما اندک پند می پذیرید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وصیتی به عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند: اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. وقتی که طلب می‌کنی فقط از الله بخواه و وقتی که مدد می‌جویی فقط از الله مدد بجوی. سنن ترمذی جلد 4 صفحه 667 شماره حدیث 2516، مستدرک سفینة البحار جلد 1 صفحه 154 و بحارالانوار جلد 67 صفحه 183. حال ما مسلمانان فرموده الله متعال و رسولش را قبول بکنیم یا گفته های خرافاتی این آخوند را؟ قضاوت با شماست. قضاوت با شماست.